داستانی که امروز میگم برمیگرده به سالها پیش، موقعی که رجب چوپان قصه ما فقط 20 سال سن داشت. البته الان از اون ماجرا چیزی حدود 70 سال میگذره و مش رجب هم به رحمت خدا رفته و اتفاقاتی که برای رجب افتاده بود تا سالها نقل محافل بود و توی شب نشینی ها حسابی دهان به دهان گشته تا الان که نوبت به ما رسیده. داستان رو از زبون عمو رجب میگم. شب سوم بود که باز هم با سر و صدای سگ‌ها و بیتابی گوسفندا از خواب پریدم. قرار بود شب رو تا سحر بیدار بمونم تا سر از راز ناپدید شدن گوسفندا در بیارم، اما نفهمیدم چطور انقدر چشام سنگین شد که باز هم غافل موندم. صبح زود گوسفندا رو شمارش کردم. از بخت بدم باز هم یکی از گوسفندا کم شده بود و شوربختانه گوسفند سوم باز هم از گوسفندای عمو مراد بخت برگشته بود. بخچه نون و ماستم رو روی چوبم زدم و به اتفاق گوسفندا راهی چراگاه شدیم. به چراگاه که رسیدیم ذهن من لحظه ای از فکر کردم به ناپدید شدن گوسفندای عمو مراد رهایی پیدا نمی کرد. کسی حرفم رو باور نمی کرد. از بین 500 تا گوسفند 20 گوسفند برای عمو مراد بود که توی 3 شب 3 تا از گوسفندای اون بنده خدا ناپدید شده بود. با عقل جور در نمی اومد کار گرگ باشه. آخه مگه اون با عمو مراد پدر کشتگی داره که هر 3 بار بیاد و بین اون همه گوسفند یکی از بره های اونو ببره؟ گرگ وقتی به گله میزنه انقدر حریصه که چند تا از گوسفندا رو خفه میکنه و در نهایت یکی رو به دندون میگیره و کشون میبره. آره، قطعا کار یکی از اهالی روستاست. میخواد منو تو آبادی خراب کنه و کارمو از دستم در بیاره. دمدمه های غروب گله رو به سمت روستا هدایت کردم و به فکر یه جواب قانع کننده به مراد و بقیه بودم. وقتی به روستا رسیدم چند نفری از گوسفندا و شخص عمو مراد رو دیدم که منتظر برگشتن من هستن. مش سلطان خدا قوتی داد و پرسید: رجب، دیشب که کسی به گله نزده؟ با دیدن سر پایین من و افسوس خوردنم متوجه شد که بله، شب سومم گوسفندی گم شده. مش مراد زبون باز کرد و گفت: این بار گوسفند کیو به فنا دادی رجب؟ یکم مکث کردم و گفتم: عمو مراد، دیشبم قوره به نام خودت در اومده. تا اینو شنید از کوره در رفت و به سمتم خیز برداشت. مش قربون و عمو سلطان مانع مراد شدن و یکم آرومش کردن و پرسیدن: مگه قرار نبود حواستو جمع کنی؟ چطوری کیشیک دادی که ندیدی کی گوسفند از گله کم شده؟ من گفتم راستش نفهمیدم چجوری خوابم برد، اما با سر و صدای سگا و گوسفندا سریع به خودم اومدم و رفتم نگاهی انداختم. اما خب تا صبح که آمار گوسفندا رو گرفتم متوجه نشدم که کم شدن و عجیبه که بازم عمو مراد ضرر کرد. عمو مراد گفت: نه اصلا هم عجیب نیست، باید همون موقع که تو چراگاه سر رسیدم و دیدم شیر گوسفند منو میدوشی گوشتو میپیچوندم، تا الان کار به دزدیدنشون نمیکشید. تو به خاطر اون یک کاسه شیری که از دستت گرفتم با من لج کردی و هر روز یکیشونو تلف میکنی. میگی آی گرگ برد، دزد برد، کوفت و زهرمار برد، دیگه لازم نیست تو چوپون باشی. از فردا خودم گله رو میبرم. حقوق این ماه به جای این 3 تا گوسفندی که ازم گم کردی من از بقیه میگیرم. چاره‌ای جز قبول کردن نداشتم، اما حسابی بین مردم بی‌آبرو شدم و یاد روزی افتادم که اون پیرمرد عجیب و غریب توی بیابون از من طلب شیر کرد و منم موقعی که داشتم شیر می دوشیدم این مراد فلک زده سر رسید و کاسه شیر رو گرفت و شب شد و من رو پشت بون خونه مراد کمین کردم. چند ساعتی گذشت. حوالی نیمه شب بود که صدای سگ‌ها و گوسفندا باز هم مثل شب گذشته بالا رفت. کفتار بزرگی از روی دیوار گوسفندی رو به دندون میکشید. سریع یالا یالا کنان به حیاط خانه مراد رفتم و با سر و صدای زیاد بیدارش کردم. کشان دنبال خودم کشیدمش. ترسم از این بود کفتار لعنتی رو گم کنم. همینطور که مراد رو دنبال خودم میکشیدم جریان کفتار رو براش گفتم و اون با سرعت بیشتری منو همراهی کرد. بالاخره کفتار رو دیدیم. خیلی آروم و بی استرس از کنار سگ‌های آبادی میگذشت و از آبادی خارج میشد. سر و صدا را بیاندازه که مانع شدم و خواستم که کفتار رو تعقیب کنیم تا خسته شه و یه جایی توقف کنه. با فاصله از کفتار او رو تعقیب میکردیم که دیدیم کفتار کم کم بلند شد و روی پا راه میرفت. چیزی که میدیدیم باورکردنی نبود. چشامو مالیدم و دوباره نگاه کردم.
کفتار تبدیل به آدمی شده بود که گوسفند روی شونش گرفته بود و لیله کنان و شادمان به سمت کوه میرفت. مراد که سن و سالی داشت فهمیده بود ماجرا از چه قراره و در حالی که دستاش میلرزید سر و صورتمو ماچ کرد. رجب برگرد که اوضاع اصلا خوب نیست. این جونور مرد آزماه، یه نوع جنه که توی بیابونا هست. به راحتی تغییر چهره میده و ممکنه به هر شکلی دیده بشه، الاغ، بز، انسان یا هر جونور دیگه ای. برگرد. اگه دنبالش بریم گیرمون میاره و انقدر کف پامون رو لیس میزنه که پوست پامون کنده شه و خون بدنمون میمکه تا خوش بشیم و بمیریم. زبونش مثل گاو، خیلی زبره، انگار که خورده شیشه روی زبونش باشه. گیرش بیفتیم بدبخت شدیم. فرار کن که جونمون تو خطره. اما من تصمیم داشتم آبروی از دست رفتم و برگردونم و میخواستم هر جوری شده ته این قضیه رو درارم. به خاطر همین دست از تعقیب کردنش بر نداشتم و بدون مراد ادامه دادم. حرفای عمو مراد یکم ته دلمو خالی کرد، ولی من آدمی نبودم که جا بزنم. با احتیاط و طوری که اون موجود رو گم نکنم به تعقیبش ادامه میدادم. از آبادی خیلی دور شده بودم تا به خودم اومدم. وسط 2 دره ممنوعه بودم. اون دره تو روزم جو خیلی سنگینی داشت و اهالی روستا میگفتن اونجا محل از ما بهترونه. بیرا هم نمیگفتن. چند بار برای چرا گوسفندا رو اینجا آورده بودم، اما زبون بسته ها اصلا آروم نمیگرفتن و مدام بیتابی میکردن. چشمم به اون موجود بلند قد و لاغر افتاد که به بوته ها رسید. از میون بوته ها رد شد و از دید من ناپدید شد. صبر کردم و بعد خودم رو به بوته ها رسوندم. همین که بوته ها رو کنار زدم یه نفر از پشت دهنمو گرفت و محکم به عقب کشوند. نظر خیلی زودتر از این که سر از اقامتگاهشون در بیارم مچمو گرفته بود و قرار بود با زبون زبرش پوست منم یه نوازشی کنه. داشتم به چگونگی مردنم فکر میکردم که صدایی آشنا در گوشم ضربان قلبم آروم کرد و به ادامه زندگی امیدوارم کرد. بله، عمو مراد بود که دلش رضا نداده بود من تنهایی مسیر رو طی کنم. عمو مراد گفت پسر تو چقدر سر بزرگی، دلم نیومد تنها تو این بیابون رهات کنم. بعد با اتفاق خودمون رو به بوته ها رسوندیم. بوته رو کنار زدیم و وارد یه مسیر باریک شدیم. چند قدمی که جلوتر رفتیم نوری از دل تاریکی سینه کوه رو روشن کرده بود. بله، شکافی در کوه وجود داشت، یا بهتره بگم غار، که ما تا الان از وجود اون مطلع نبودیم. قلبم داشت از تپش می ایستاد. اگه متوجه ما شده باشه چی؟ سایه های توی نور خودنمایی می کرد. بله، اون موجود تنها نبود. بوی کباب و بوی کز دشت رو فرا گرفته بود. انگار زبون بسته رو با پشم زنده به سیخ کشیده بودن. مسیر 10 متری ما با غار انقدر طولانی بود که انگار 100 کیلومتر پیاده روی داشتیم. فقط کافی بود سنگ ریزی زیر پامون بلغزه و با کوچکترین صدایی ما هم خوراک مرد آزما بشیم. بسم الله کنان و با احتیاط به دهانه غار رسیدیم. بله، 3 موجود بدریخت و استخونی با دست و پاهای کشیده و قوز بزرگی که پشتشون بود با گوسفند مراد بیچاره جشنی به پا کرده بودند. کسی که گوسفند رو دزدیده بود پشتش به ما بود و بلند حرف میزد. مراد ناخون خوش، اگه یه کاسه شیر رو از من دریغ نمی کردی الان به جای اینکه نگران گوسفندات می بودی با اشرفی هایی که در کاسه شیر به تو پس می دادن پادشاهی می کردی. طوری حرف می زد انگار می دونست ما داریم به حرفاشون گوش میدیم. یکیشون گفت به نظرت خود مراد از بره ها خوشتمتر نیست؟ دزد بره ها با غضب گفت نه، مراد باید خار شدنشو ببینه. وقتی همه اموالش از دستش در اومد اون موقع طعم خوبی داره و طعمه خوبی میشه، نه الان که پای خودش به اینجا اومده. بذار ترس روبرو شدنش با من عقل از سرش در ببره. با زدن این حرفا دیگه کامل مطمئن شدیم که میدونه ما تعقیبش کردیم و با تمام توان پا به فرار گذاشتیم و صدای قهقه های بلند اونا مو به تنمون سیخ کرده بود. در ادامه مراد روز به روز فقیرتر و فقیرتر شد و چند سال بعد به بدترین شکل ممکن جنازه بو گرفته اون رو از ته سرداب روستا پیدا کردن. پند اخلاقی: سعی کنید همیشه دست بخشش داشته باشین. مرسی که تا آخر داستان ما رو همراهی کردین. لایک و کامنت فراموشتون نشه.